روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان. مساجای سخت کردن در کار نیست به خاطر که نرو سیستمشون بسیار بد بیماری در نرو سیستم دارن. هر یک نفری که بیمار دارن، هر یک نفری که در ملک غریبی چی درد دارن، الله مهربان در همین روز حفظشون کنه و به هر یک درد ما شفای کامل بده. روز چهارشنبه را مخصوص بکنیم که بیاید در اینجا دکتر جان مساج بکنه. چند سوال میتیم شما جوابش در زیر کامنتر بنویسید. بهترین ماه کدام ماه است؟ بهترین روز کدام روز است؟ و بهترین شب ان شاء الله کدام شب است؟ ما برای کردیم که گیرک ده بچه‌ها ولی توفا تشکیل میکنه با اینجا خرسک شده تیم دیگری میگه که بیا دادا تیز بریم همجا. عزیز همه چیز تماشا کنه که به نهایت خوبه. از همه چیز طبیب خوب برای انسان این مادره که ما گفتیم فقط گفتیم که کلام معده فرق نداره، هم معیوب باشه مرحمت کنید. رحیم پروداکشن. دوستان عزیز، دیلش موبیل در ماه شریف رمضان باز عکس‌های دیگرش پیشنهاد شما کرد. یکم سر می‌کنیم دوستان عزیز، ای بهترین تلفن‌هایی که نگاه کردین این با فیگورهای نوش خط برآمدگی سامسونگ گالاکسی S34 8 در 128 25990 روبل دوستان عزیز. دیمش باشه نگاه کنید، سامسونگ A54 8 در 128 نرخش 28990 روبل دوستان عزیز. میتونه که بین از دکان دیلش موبیل بگیریم بو برای نه در روزهای خوش استفاده برین دوستان عزیز. با بغیر یک تلفن با دیگر نمود تلفن هم داره. با این از زوری و خوبی برای بچه‌ها در ماه شریف رمضان انا نگاه کنید. این خیلی خفی جیان نمیتی لوبا جدا میزنه 100% کار میکنه، پرابلم نیست. جاستیک داره برای اکرانش وایرون نشیدن برادران عزیز. با ما همین دوستان عزیز در نرخ 6000 روبل 6 در 256 گیگ همین داره دوستان عزیز. ایش باشه پلانشتی که دو تقسیمش نگاه کنید دوستان عزیز. رنگ کامپیوتر این بلوتوث خط پیوسته یم 6 در 256 گیگ نرخی هم 6000 روبل دوستان عزیز. میتونه که ایرا برای دانشجو برای بچه‌ای که مکتب میخونه برای بخاری برای کودکا باشه در دیسکشا میای دکان دیلش موبیل میگیری قطعی نیم قدر تلفن با در ماه شریف رمضان در روز سعید جمعه یا چخول از تکلو پدرکه میکنه از نام کانال رحیم پروداکشن. همه شما را انتظار مرحمت با شرکت دیلش موبیل. شما سلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. اومد ماه شریف رمضان الکی 10 روز سپارشید به هر یک شما مبارک شد و روز سعید جمعه میخوام که در این روز سعید جمعه با هر یک شما خوشی زندگی و هر یک نفری که بیمار دارن، هر یک نفری که در ملک غریبی چی درد دارن، الله مهربان در همین روز حفظشون کنه و به هر یک درد ما شفای کامل بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان. روزه تکلیف برای انبیاست، در قیاس بندگی این فخر ماست. شأن هر امت نباشد این مقام، مسلمین پس بر شما گویم سلام. صف به صف آید ملائک سویتان، تا که لذت ها برند از بوی دهانتان. بله خوش به حالتان هر نفره که این ماه شریف رمضان روزش پاس می‌داره. و حدیث مبارکه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فردا روز قیامت در بهشت یک در هست با نام ریان که همه او روزدارا را فریاد میزده است، میگفت است که کو روزدارایی که از صدق روزه ماه شریف رمضان را گرفتند بیایند با همین در من بگذرند در ریان خطی. خوش به حال اون نفره که این ماه شریف رمضان این الحمدلله در 10 روزشان گذشت و روزه میداره از صدق، نه اینکه روزه با شکم، با چشمهاش، با گوشهاش، با زبانش، با همه جاش باید که بنده این ماه شریف رمضان روزه بگیره. بارک الله. بله برادران عزیز، هر کسی که میگه اگر قصدن در ماه شریف رمضان روزش میخره، اگر که یک ساله 366 روز روزه بگیره با مانند یک روز یعنی ماه شریف رمضان نمیبره انسان. با همین خاطر امروز ما تصمیم گرفتیم در مسجد مینیستی همراه اکا عبدالله جان اومیم الحمدلله نماز سعید و روز سعید جمعه را خواندیم و اینجا یک چیز خوب دیدیم که ان شاء الله روزهای نزدیک اون نوارم پیشنهاد شما میکنیم و حاضر راست میریم یک جای خوب و یک اقدام خوب برای شما پیشنهاد کرده بودیم در نواری پیشینه. ان شاء الله که اقدام الکی که در دکان ما سر شد باز پرش اکا عبدالله جان گپ میزنه ان شاء الله. میگه رمضان ماهی خوب و خاص خداست، رمضان ساعت مخصوصی سناست. توبه ماه شریف رمضان دستگیری همه در روز جزاست. الله جزای خیر تو بده. حدیث مبارکه که با پیامبر ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر شخصیتی که از صدق روزه ماه شریف رمضان میداره
فردا روز قیامت سپر میشوه از آتش جهنم. خوش به حالتون. و یک چیز دیگه میخوام که بس همین تمام اون افیر دبدگی و تماشابینا برسونم که 3 سوال است میخوام که در زیر کامنت را بنویسین. من حالی سوالا میتیم شما جوابش در زیر کامنت را بنویسین. بهترین ماه کدام ماه است؟ بهترین روز کدام روز است؟ و بهترین شب ان شاء الله کدام شب است؟ در زیر کامنت حتما که بنویسین. و ما الحمدلله نماز خوندیم، حالی میریم دکان. هر باره که ما بر شما میگوییم رقمایی که در روی اکران میبینید الحمدلله مغازه زیارت شاپ است. هر او دارو، هر یک حجامه که هر یک توفای قرآن و دیگرهایی که میخرین الحمدلله یک حصش به کارهای خیر میروه. این ان شاء الله امروز با میریم کار خیر به شما نشون میدیم. رحیم جان قطعی حتما ما رو پیگیری کنین. الله نگهبانتون باشد. رحیم جان. بله دوستان عزیز، هر گاهی که ما میرفتیم گفتن که سوء استفاده عزیز و عزیزان میکنیم برادران. امروز انم کاری بهترینه که اوید دو درچو برادران معیوب که ما گفتگیم کاری خیر از یگان تا یگان مبلغ گرفته نمیشه، فقط خاص از برای الله برای کاری خیر برای دکان ما کردگی بودیم. حاجی پر یک دو درچه را آوردگی. دوستان عزیز میخوام که با صبر همه شما علل خصوص مداران عزیز همه چیز تماشا کنن که به نهایت خوبه. از همه چیز طبیب خوب برای انسان این مادره که همه وقت در نزد فرزند است. با همین خاطر پر با برنامه نوبتی ما از دکان پیشنهاد شما میشود. رفتیم. خداحافظ. سلام. السلام علیکم دوستان عزیز. برای شما خیلی که گفتیم برای برادران عزیز این هم دو درچه عزیز ما نامش انس جان هم برادر عزیز انس جان اینا آوردگی هر هفته ان شاء الله میگیرم میارش. انا خیلی مساج میکنه دکتر جان که عبدالله جان فقط خاص از برای الله برای شما برادران اینا گفتن که ان شاء الله که این مساج برای اینا دو در ما بهتر تمام این تمام اینا میره با اون خاطر برادران که هر نفر که هم خیلی معیوب فرزندان دارن یا خودشون روزای چهارشنبه مغازه زیارت شو هم خیلی دوست دادگی که بیاین مساجای بی پول برای رایگان در فقط دعا کنن. دکتر جان ان شاء الله چند نفری مساج میکنن. این دادر منوزی مساج بسیار ممکن نیست. هم فقط دکتر جان خیر خودش میدونن. اینا ولی با سخن میتیم میشن برای چی خیلی مساج کردن در خود دادن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا رو فقط مساجای محض کشیدن میکنن که همیشه تقامات جای گویوکون یا خیلی باید گوش را اینا رو دیگر نمود مساجای سخت کردن در کار نیست و خاطر که نیروی سیستمشون بسیار بد بیماری در نیروی سیستم دارن. گریتسه کردن ممکن نیست گفتی با اوروسی بگیریم. فقط اینا رو گوی میکنن که شخ نکنن. نه دیگه یک میکشه یک سر بزن نمود یعنی دکتر جان میتونه که چی نمودی باشه بیارن اینجا دستان یک بار ببینید کدام همون چه اجازه هست این هم برادر گفتیم که اونجا تو قطعی بیایید اونجا تو قطعی دیدیم اجازه بده کردن. این همراه پدرش ما صحبت کردیم ای 3 ماهگیش وایش دیگه ها بعد ایشون کسب شده رو دادن بسیار خیلی همین حالتو بسیار میشه در این بیچاره طرز یکی او کل میکنه یک چیز خیلی کلان بازی میترسیم تمام از الله متعال دعا میکنیم که هیچ کسی خیلی فرزندان نصیب نگردونه. دعا میکنیم که هر یک بیماری را شفای کامل از جانب خودش در این ماه شریف رمضان بتیم و ما هم همین را اقدام بیدیم که برای برادران مسلمان برای برادران تاجیک زبان هر روز چهارشنبه را مخصوص بکنیم که بیاین در اینجا دکتر جان مساج بکنیم. چند نمونه مساج ها این دو درچه ترسیده به اون خاطر کم کم گیره دارن. حالی آینده دا با بازیچه تشکیل میکنیم. هر یک دو درچه میاد با بازیچه میتونیم اینجا دینا نگاه که خب کرد همین کودک کرد قطیش کودکی گم میزنی که نترسه. انا از اون خب کرد سپاکوی نشی انا دلین دیدی این پوچور شد کنیم مارش کردی باید اینجا خونده نه دکتر پوچور کردیم وای کنم محض داره پوچان یک داشت روش میسته یک تایی پوچان کنم ترک کم ترنگه برادران میکشن سوپاژینو سخت کشیدگن ایسولی عصبوشان بیماری عصبی سر داره و همون خاطر ما محض میتیم روی میکنیم که این پوچان هم خیلی کار کنه که اینو بسیار شخ میکنن چون درمان میشه دیویژن نداره. اون هفته با این هفته را مادرشون میگن که خیلی بهتر خوبتر خواب کردن مقصد شخ نمیکنه دیگه خشه با همین تفسیرات هم مادرشون آقای شما یاد میتونم هر شخصی که میاره فرزند اینوالیده میبینیم تفسیر میتونم با مساج کنیم و با خدام خاطر که بیایم ببینن یاد بگیرن
داخلش در خونه شما همین چیزا محتاج یک کسی یا جای دیگه نشود. چون نشون دهشون که اینجا در خونه هم بله بیشتر برای همین مادرها خوبه که مادر همه وقت در تربیت فرزند مثلا در خونه مثلا پدر ای پای کار برش نبره مادر میتونه که همه چیزا هر روز برای چقدر فرزندش تیز خوبتر شدن مثلا سوستر شدن خودش همه چیزا کنه از همه دختری خوب بهترین برای فرزند این مادر که از همه چیز آگاه مثلا همه درچ میدونه از روز تولد مثلا تو کلان شدن همه شد ان شاء الله بهترین میشه ما برای کردیم که گیره نکنه بچه‌ها ولی توفا تشکیل میکنیم با اینجا خرسک شدیم دیگری میگه که بیا داداب تیز میریم اونجا انا زیاد انا دیدی اینی ما بگی خونه میبری بازی میکنی خلاص اگر برادر جانان رقم هایی که در روی اکران میبینید شما میتوانید که پیش از آمدن مراجعه کنید یا در واتساپش یا که زنگ بزنید همین 4 تا داشته الحمدلله در همین مسکو مترو براتسلавская 4 виход улица Братславская 6 الحمدلله وقتی اومدین 4 подъезд کد домофон 333 و میزنین الحمدلله اینجا ما میبردارن و 12 етаж میبرین ان شاء الله office ما در همین جای روزهای چهارشنبه مرحمت هر اون نفری که بار دیگه تکرار میشه هر اون نفری که معیوب هستن بیاین ان شاء الله فرزند دارن یا خودشونن روزهای چهارشنبه نو واسه از اون که رمضان هست یا نیست بعد رمضان هم ان شاء الله که روزهای چهارشنبه رایگان برای اون نفرایی که معیوب هستن بارک الله بله دکتر جان چیکاری که گفتیم اگر انسان های کلان هم که باشن همین که محتاج باشن بله صدقه خوب سین سال وابستگی نداره از همه کودک کلان مثال برای که بعضی انسان های هم هستن که مثال از یگان سبب همین خیلی جگانی یگان وایایی که گفتیم فقط گفتیم که کلان مایده فرق نداره همین معیوب باشه مرحمت کنیم هیچ اقدام همین دکتر جان خودشون گفتن که ارزوی دیرینی هم از همین است که وقتی که ما خدمت کنم وقتی که با همین معیوب بودن این در تاجیکستان هم در وطن هم خیلی میکرده بله برادران عزیز ما گفتیم که از تاجیکستان هم سر کردن همین کار خوبی ما هم یک قسمتش برای همین که همین روز جدا کردگیم دکتر جان با برادرای جمعه را میگیرن دکتر جان وظیفه‌اش در همین روز فقط خدمت یعنی مادران پدران همین نفرانی که زحمت میکشن با دکان ما میان دوستان عزیز هم یک قدر قیمت ما که یک برادر تاجیک یک مادر تاجیک در ما را میزنه و با نزد ما میاد هیچ کس پسندش نه برادران فقط ما ان شاء الله که در ملک غریب و در کنات یکدیگر باشیم ما در سرجمع میتونیم که از همه مشکل زندگی ان شاء الله ببریم با روزی الله ها انا جان اینا بچه‌ام spokojnie شید یک دختر پیش میره تلخت میکنه کلونی میگه گریه کنه